سلام عرض میکنم به بیننده عزیز رادیو آزادی. هر نفری که در این روز شنبه کار دارد برای کار میخواهیم و نفری که روز استراحت دارد استراحت خوش. شعله گلخوجه هستم که در این لحظه ها میخواهم برای شما خبرهای مهم تاجیکستان و جهان رو بگویم و حتما که طور شما هم میدونید این شب و روز دنیا در تحولات است و خبر و گزارش زیاد هستند و من شروع میکنم از جام جهانی فوتبال در روسیه، چون 2 روز دیگر مانده است و انتهای این بازی ها. و امروز در شهر سنت پترزبورگ روسیه دسته های منتخب فوتبال بلژیا و انگلیا برای جای سوم قوازمایی میکنند. لازم به یادآوری است که بلژیا و انگلیا در جام جهانی روسیه الکی یک دفعه با هم روبرو شده بودند. 28 ایون در بازی انتخابی در شهر کالینینگراد بلژیا دست بالا گردیده بود و شام امروز هم این دو تیم باز با هم رقابت خواهند کرد. میبینیم که پیروزی نصیب کی می شود. جام جهانی فردا پس از قوازمایی فینالی منتخب فرانسه و خرواتیا به انجام میرسد. ضمناً در نشست مطبوعاتی روز جمعه جانی اینفانتینو رئیس فیفا گفت که جام جهانی روسیه از نقطه نظر تشکیلی در سطح عالی بود و به این کشور عرض سپاس کرد. موضوع جهانی را ادامه میدهیم. دیروز در آغاز سفر پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ به بریتانیا، اعتراضگران در کوچه های مرکزی لندن راهپیمایی سر و صدا تشکیل کردند. میر شهر لندن صادق خان از اعتراضگران درخواست نمود که به خشونت راه ندهند. 64,000 نفر در اظهارات بر ضد آمدن ترامپ به بریتانیا امضا گذاشته بودند. در واقع 16 ایول در هلسینکی ملاقات ترامپ با پوتین رئیس جمهوری روسیه مد نظر است. شما میتونید تفصیلات رو بعداً در سامانه ما www.azadi.org بخونید و انتظارات از این ملاقات در جامعه جهانی خیلی زیاد است. خب میبینیم که این ملاقات در کدام سطح برگزار خواهد شد. حالا میگذاریم به تاجیکستان که در اینجا مواد سوخت به ایست بالا میرود. همکاران ما میگویند حالا حاضر نرخ بنزین به 8 سومانی و گاز مایع به 5 سومانی دکه خورده است. چون این بالاروی نرخ الکی بر راهگیرای به قبل تاکسی های 3 سومانی نیز تاثیر کرده و این تاکسی ها 5 سومانی شدند. جایش نرخ سوزشواری در تاجیکستان یک مباحث ادامه دارد و هنوز معلوم نیست که ایستگاهش کجاست. مقامات تاجیکستان این روند را به کشورهای دیگر از جمله روسیه و قزاقستان که دولت‌های تامین کننده با مواد سوخت محسوب می‌یابند ربط می‌دهند و به گفته آنها سوزشواری در اون کشورها هم قیمت شده است. واقعا این یکی از موضوع‌هایی است که ساکنان تاجیکستان را خیلی به تشویش آورده است و آنها حتی در شبکه‌های اجتماعی در صفحه‌های خودشان بانگ استراب میزنند، چون میگن این روند البته به زندگی آنها خیلی تاثیری بد دارد. والدین زنی که هنگام جراحی همراه با طفل بدنش در تولدخانه نویه حمدانی افتیده بود به بیرون کردن جسد دخترشون از گور برای تشخیص اعتراض کردند. مولوده غایب و ساکن 35 ساله حمدانی شب 30 ایون امسال هنگام جراحی افتیده بود و نزدیکانشون دعوا کرده بودند که به اعتنایی پزشکان سبب مرگ مولوده و فرزند شده است و ما در این باره برای شما در برنامه خبری گزارش هم پیشنهاد کرده بودیم. دوستانی نویه حمدانی با دعوای پیوندان مولوده به تحقیق حادثه آغاز کرد و گفتند که برای تحقیق کردن این مسئله که پزشکان در رفت جراحی به اشتباه راه دادند یا نه جسد باید از گور بیرون شود. اما آی پرچه عزیز و مادر مولوده شدیداً به بیرون کردن جسد دخترش از گور مخالفت کرده، گفته است هیچ دعوای دیگر نسبت دختران ندارد و فرزندش را از گور بیرون نمی کند و او دخترش را به عنوان شهید هم نام برده است. مسئله از گور بیرون کردن جسد در تاجیکستان حساس است و اکثرا پیوندان و والدین با آن مخالفت میکنند و اصلا در تاجیکستان بر این نظرند که بیرون کردن جسد دوباره از گور باعث آزردگی روح می شود. مسئولان داستانی نویه حمدانی در نوبت خود میگویند پزشکان بیمارخانه بدون آگاهی مقامات مسئول جسد را به صاحبانشان سپردند که این خلاف قانونهای عمل کننده است. حالا خنک نظری و خبر ندادن پزشکان هم تفتیش می شود. باید قید کنم که تاجیکستان از نظر مرگ و میر مادر و کودک در آسیای مرکزی همانو در مقام اول قرار دارد. بنا به آمار سازمان جهانی تندرستی در تاجیکستان از هر 100,000 مادر در سال 65 نفر و از هر 100,000 کودک تا 5 ساله 43 طفل به علتهای مختلف می‌افتند.
و یک خبر دیگری ما هم خبر جهانی است. بنا به اطلاع وزارت امور داخلی آلمان یک پناهجوی افغان از گروه 69 نفری که هفته گذشته از قلمرو این کشور دپورت شدند بعد بازگشت به افغانستان خودکشی کرده است. نام این مردی 23 ساله که ساکن ولایت بلخ به دست آشکار نشده است. مقامات افغانستان میگویند او بعد 8 سال زندگی در آلمان اجباراً از قلمرو آن کشور به افغانستان دپورت شد. وزیر داخلی آلمان هورست زهوفر از اخراج پناهجویان افغان در تاریخ 4 ایول استقبال کرد و با افتخار گفت که این 69 نفر در 69مین زادروزی او دپورت شدند. هورست زهوفر که با حزب مسیحی وسطی خود به حکومت ائتلافی صدر اعظم آلمان انگلا مرکل شامل است، با طلب تحکیم سیاست مهاجرت مرکل را تحت فشار قرار داده است. و یک خبر دیگه هم داره مربوط به رحمت الله زویرов رهبر حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که میگوید 3 روز پیش در الماتو سمکش را دزدیدند. این سیاستمدار در این باره در صفحه فیسبوکش روز 13 ایول خبر داد. با نوشته زویرов افراد نامعلوم صبح 11 ایول سمکه او را از نزد ایستگاه автовокзал در قزاقستان را بودند. او میگه در این سمکه سندهای دادگاهی، لباس و 2 تلفن موبیلی، بیش از 10 کتاب و مهمتر از همه پرفراتر تمغه همر جای داشت. ضمناً شغل دوست داشته زویرов خراطی و یا کفشرگری نیز هست. شاید از این سبب پرفراتر را او با خودش میگرداند. زویرov گفته است به آن نفرانی که سمکه‌اش را برمیگردانند مکافات خواهد داد. خب امیدواریم که این سیاستمدار بالاخره میتواند سمکه و اشیاءهایی که گم کرده است پیدا کند. و بیننده عزیز، این چند خبری مهمی بود که من میخواستم با شما در میان بگذارم و این آخری کار نیست. شما میتونید امروز و فردا و تا روز دوشنبه تا شروع برنامه خبری رادیو آزادی از وبسایت ما www.azadi.org استفاده کنید و همچنین از آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب.